معرفی مختصری از ایشون داشته باشیم. برای اولین بار هست در برنامه ما هستند، با من و شما هستند در استودیو. بله در استودیو. بله در تفسیر خبر در استودیو. بله خیلی ممنون، تصحیح کردن، تذکر آیین‌نامه‌ای دادن، سیاق نمایندگی مجلس. خیلی ممنون هستم. عرض کنم خدمتتون آقای موسوی خوئینی، همونطور که بسیاری از شما میدونید نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی بودند. الان در آمریکا پژوهشگر فناوری اطلاعات هستند در دانشگاه بسیار بسیار معروف و مهم آمریکا، استنفورد. این رو هم بگم، متاسفانه کلمه اطلاعات در ایران کلمه چندان خوشایندی نیست. در اینجا همون اطلاعات به معنی اطلاعات هست که جهان خواهان اون هست، جهان آزاد یکی از ارکان اساسیش هست، همون ارتباطات هست، رادیو، تلویزیون و بسیار بیوگرافی ایشون طولانی است. برای نخستین بار هم هست که در برنامه تفسیر خبر سخنرانی معروف ایشون در مجلس شورای اسلامی رو ما پخش خواهیم کرد لحظاتی دیگه. مجددا خوش اومدید. سلامت باشید. خیلی متشکرم. آقای موسوی خوئینی، شما دوره تجربه نمایندگی مجلس رو دارید، انتخابات عراق رو هم کم و بیش دنبال کردید، در اون ور افغانستان رو دارید. چطور نگاه کنید وقتی همسایه ایران میبینید گام به گام دارن به دموکراسی نزدیک میشن یا تلاش میشه ایران اینجوری؟ بله، خب در کشور ما هم خب تلاش مردم ما برای رسیدن به دموکراسی خب جدید نیست. حداقل 100 سالی رو ما پشت سرمون تلاش و فعالیت‌های زیادی رو از طرف مردم می‌بینیم و فکر می‌کنم در یک مرحله بسیار تعیین کننده از نیل به این آرمان هستیم. من فکر می‌کنم تجربه‌ای که در سال 57 بزرگترهای ما که از ما از نظر سنی بزرگتر بودن بایستی برای ما الگو باشه. خود اونها بخششون الان در واقع زنده هستند و مرتب دارن تذکر میدن به ماها این مقدار جوانترها که به هر حال باید با واقع بینی بیشتر، با دانش و آگاهی بیشتر که لازمه هر تصمیم گیری مهم هست به این رویمون در واقع ادامه بدیم برای رسیدن به این نقطه. خود این بزرگان میگن، کسایی که سالها زندان کشیدن و تلاش کردن و نظام جمهوری اسلامی به هر حال از وضعیت زمان شاه تبدیل شد و تغییر ایجاد شد، میگن که یک مقدار در اون مرحله شاید تعجیل شد و شاید بعضی کارها رو میشد انجام داد و نکردیم، خیلی عجله در واقع صورت گرفت. من فکر میکنم خوشبختانه در این مقطع که جنبش سبز دستاوردهای بسیار بزرگی رو در این 8 ماه گذشته در واقع پشت سر گذاشت، یک دوره تنفسی براش به وجود اومده که فکر میکنم این فرصت رو باید غنیمت شمرد و اون اینه که ما تو این دوره تنفس در حالی که بین جناح‌های درون حکومت بحث‌های زیادی هست که پیشنهاد مثلا آقای هاشمی یا جناح میانه‌رو برای تغییر و اصلاح قانون انتخابات رو در پیش داریم، خبرگان بحثایی بوده. تو این موقعیت من فکر می‌کنم بعد از وقایع 20 بهمن یک فرصت تنفسی هست، مردم ما یه مقدار بیشتر فکر کنن واقعا ما چی می‌خوایم. حالا در درون ایران اگر از نظر امنیتی وضعیت خیلی خفقان هست و در تنگنا هستن، خیلی از این افرادی که حامی جنبش سبز هستند و مرتبط هستند با این جریان در خارج کشور حضور دارن. از اندیشمندان زیادی ما اینجا می‌بینیم حضور دارن تو دانشگاه‌ها و در جاهای مختلف و کسایی که دانش و فعالیت سیاسی و تشکیلاتی در واقع پشت سرشون هست. اینها باید به نظر من یه مقدار وقت صرف کنن در محافل آکادمیک و علمی و جای مختلف، واقعا باز بکنن برای مردم ما چی میخوایم. من فکر میکنم این مسئله مهم ماست و این که ما چه نمیخوایم و مردم ما چه نمیخوان، من فکر میکنم خود جناح‌های حکومتی هم این رو متوجه شدن، مردم ما چه نمیخواهن، اما اون چه که ما میخوایم رو خیلی باز نمیگن. همین اخیراً هم شما دیدید یه بحثی در گرفت، آقای دکتر سروش استاد ارجمند
تشریف بردن اروپا، یه سری سخنرانی کردن، یه تفسیر جدید ارائه کردن، گفتن سکولاریسم سیاسی و فلسفی رو در واقع تفکیک کردن از سکولاریسم دینی. اینها خیلی‌ها توی محافل علمی و سایت ها و رسانه ها در واقع بهشون انتقاد کردن و این بحث رو مطرح کردن که نه، ما خیلی روشن نیست. همین الان در واقع قبل از اینکه اتفاقی در درون ایران طی حالا ماه‌های آینده، سال‌های آینده ما نمیدونیم رخ بده، واقعا روشن بگید که منظورتون چی هست و به دنبال چی هستیم. من فکر می‌کنم موقعیت خوبی برای این مرحله و رسانه ها و به اصطلاح رسانه‌های مثل اینترنت و در واقع مثل تلویزیون و ماهواره‌ها و امثال اینها که در اختیار خیلی ها هست و در دسترسشون هست، بایستی از اینها استفاده کرد و این بحث ها رو مطرح کرد، باز کرد که مردم ما این دفعه واقعا با آگاهی بیشتری رو به جلو قدم بردارن. من فکر می‌کنم یکی از دلایلی هم که مردم تأمل میکنن اینه که خیلی نمیدونن اگر اتفاقی بخواد بیفته تو کشور چی میخواد اونجا رخ بده و چه نهادی، چه افرادی با چه برنامه‌ای میخوان بیان. خب این یک پرسش اساسی سوال کنیم. ببینید اولا یه خیلی کوتاه بفرمایید که شما گفتید تعجیل شد در انقلاب، منظورتون هست یعنی انقلاب یک عجله بود؟ ببینید من خودم اون موقعی که میدونید من الان سنم 40 سال هست، اون موقع از نظر سنی خیلی سنم بالا نبود و در حد یک نوجوان مثلا بودم، ولی از بزرگترها میشه یکی از رهبران انقلاب بودین، دست کم در محله خودتون شایعه هستی. نه من در موقع شاید 10 سالم شاید سنم نبود، ولی بر ترتیب خدمت شما عرض کنم که بزرگترها و کسایی که از نظر سنی در موقعیتشون در واقع از نظر سنی اقتضا میکنه که اون موقع رو درک کردن و جزو رهبران و لیدرها بودن، سالها زحمت کشیدن، زندان رفتن و اینها میگن که بعضی کارها رو انگار میشد انجام بدن و احیانا تعجیلی شده. بعضی از سوالهایی که مطرح شده و خیلی پاسخهای کلی داده شده، مثل صحبتایی که سخنانی که از بنیانگذار جمهوری اسلامی هست که بعضی سوالا شد که چه نوع مدلی و چه برنامه‌ای شما دارید و خیلی کلیات رو ایشون پاسخ دادن. خیلی معتقدن میشد اون موقع باز تأمل بیشتری کرد و عجله نکرد، یه مقدار باز میشد این بحث ها واقعا. یعنی به نفع همون حرفی که آقای بختیار میزد، شاپور بختیار. در حال خیلی ها زدن، ممکن ایشون هم در واقع اینو مطرح کرده باشن. فکر میکنم الان مقطعی هست که ما به اصطلاح از اونها درس بگیریم. این میگم حرف ما نیست، چون ما بانی و لیدر انقلاب در اون موقع نبودیم. کسایی که این کار رو انجام دادن خودشون الان میگن و به عنوان نصیحت به جوانترها میگن که خیلی عجله نکنید، با آگاهی بیشتری رو به جلو قدم بردارید و پرسشگری بکنید، به جای اینکه مچگیری کنید و به اصطلاح کارهایی که عمدتاً جنبه حاشیه‌ای داره به اونها بپردازید که ما ایرانی‌ها، این کامیونیتی ایرانی متأسفانه خیلی گرفتار اون هستیم. بیایم به مسائل اساسی الان بپردازیم و این سوالات مطرح کنیم در یک محیط‌های آرامی که الان فکر می‌کنم یکی از اون زمان هاست میتونه